الو 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 بچه ها، ما تصادف کردیم. اروپا، تو جاده اروپا. خب دختر خانم، استراحت کردن دیگه بسته. وقتشه دیگه وسایلتون رو بذارین سر جاشون. ولی اول به یه آدم قوی نیاز داریم. کسی منو صدا کرد؟ تو یه چیزی میشه ها به خدا. پسر جون بهتره جلوی عموم زیاد عرض اندام نکنی. نه، به خاطر اون خالکوبیا بازوهاش عضلانی به نظر میاد، وگرنه منم دست کمی از اون ندارم. خب پیرن من یکم گشاده، مثلا منو با یه همچین پیرنی تصور کنین. خب منم اگه ورزش کنم اینجوری میشم دیگه. خیلی خوب، حرف زدن کافیه. حالا دیگه وقت کاره. اون چمدونا رو بر میداری و میبری توی اتاق. یالا به جمع امره. دنیس خانم پاش و زود باش. این لباسا رو هم باید اتو کنی. خیلی چروک شدن دنیز. شوخی میکنین؟ یعنی من باید اتو کنم؟ آره، من همیشه اتو میکنم. الان یعنی اتو کردی؟ بی خیال، تموم شد رفت. خیلی خوب، پس بریم پیش بقیه. منم موافقم استاد. استاد نه، تو آموزشگاه استادم ولی بیرون الیف خانم. قبوله؟ قبوله. بریم. مامان، دارم اینا رو دوباره میذارم سر جاشون. مامان جونم، فکر کنم دیگه از دستم ناراحت نیستین. انگار دارم رضایتتون رو جلب میکنم. مامان اگه شما نبودین سردارینا رفته بودن. خیلی ممنونم مامان. فقط کافیه شما خوشحال باشین. مگه من غیر از این چیز دیگه ایم میخوام؟ آدم، دنیز در مورد کافی شاپ پرسید چی بهش بگیم؟ چیزی که بهش نگفتی؟ نه بابا، مگه میشه بگم؟ چطور مگه؟ مامان اگه دنیز به فهم نارینم برای خرید کافی شاپ کمک کرده محال بیاد اونجا. من میگم بهتره بهش نگیم. خودتونم میدونین دنیز بیشتر از هر کسی دیگه به این کار احتیاج داره. این موضوع بین خودمون بمونه مامان باشه. خیلی خوب، پس بذارین اول با نارین حرف بزنم. شما دوتا هم حواستون به باران باشه، نکنه یه سوتی بده اون نشه کاریش کرد. باشه، خیالتون راحت باشه. آه نکش پسرم، بیا اینو بگیر. نتونستم برای دخترم پدری کنم. از این بابت خیلی ناراحتم، چون نتونستم ازش مراقبت کنم. فرستادمش پیش خواهرم. چی باید بگم؟ من حال تو رو خوب میفهمم. منم در حق دخترم کوتاهی کردم، ولی این موضوع فرق میکنه. ولی همون حسه. خودتو سرزنش نکن. این وسط کی مقصره؟
یعنی تمام اشتباهات زندگیمو بندازم گردن کندار؟ میدونی چرا بعضی اوقات آدمای خوب تحت سلطه آدمای بد میمونن؟ چون کاری که آدمای بد میکنن و آدمای خوب انجام نمیدن. اینقدر ناراحت نباش پسرم. باید اول خشمی که در درون شعله ور هست و خاموش کنی تا بتونی از منطق استفاده کنی و تصمیم بگیری. وگرنه هر تصمیمی که بگیری اشتباه. هر کاری میکنم درست از آب در نمیاد. هر بار که میگفتم این دفعه گیرش انداختم بازم یه جوری نجات پیدا کرد. ولی کار هیچ کسی تو این دنیا بی جواب نمیمونه. میگن در زمانهای قدیم یه درویش میره به یه سلمونی تا موهای خودشو اصلاح کنه. درویش میره تو و میگه اوستا یه لطفی بکن و سر منو با تیغ بتراش. طرف سر درویشو تا نصف تراشیده بود که ناگهان یه آدم گردن کلفت قول چماق میاد تو مغازه، میره سمت درویش و یه نگاهی بهش میندازه. بعد با دستش محکم به اون قسمتی از سرش که تراشیده شده بود میزنه و میگه پاشو ببینم کچل، پاشو میخوام صورتمو اصلاح کنم. درویش بدون اینکه عکس العملی از خودش نشون بده و حرفی بزنه آروم از جاش بلند میشه و مرد گردن کلفت میشینه روی صندلی. موقع اصلاح هم مدام سر به سر درویش میذاره تا بالاخره اصلاح تموم میشه و مرد گردن کلفت از مغازه میره بیرون. هنوز چند قدم بر نداشته بود که میبینه یه اسب افسار گسیخته با عرابش با سرعت زیاد به طرفش در حال حرکته. مرد گردن کلفت مات و مبهوت همونجا خشکش میزنه و نمیتونه هیچ کاری بکنه. بعد تیراهن بلند و تیزی که برای حفظ تعادل بین دو اسب تعبیه شده بود با شدت زیاد وارد شکمش میشه و مرد قلچماق در جا میمیره. اوستای سلمونی که داشت با حیرت به این منظره نگاه میکرد اومد به طرف درویش و بهش گفت نفرینت بدجوری دامنشو گرفت. درویش میگه به خدا از دستش ناراحت نشدم و نفرینش نکردم، ولی اون درویش کچلم خدایی داشته، شاید خداش از اون آدم نگذاشته پسرم. خب چی میگی؟ حالا حلالش میکنی یا نه؟ من که میگم بهتره اونو ببخشی. یه بدی میره یه بدی دیگه جاش میاد. یه بدی از بین میره 1000 تا بدی دیگه به وجود میاد. باید با بدی جنگید. دعوای تو نباید با گناهکار باشه، باید با ذات پلیدی باشه. خب چی میگی؟ میتونی اونو ببخشی یا نه؟ حلالش میکنی؟ حلالش میکنی یا نه اوز؟ گفتم حلالش میکنی یا نه؟ من دیگه میخوام بخوابم بابا. کمک نمیخوای؟ ممنون. راستش این تغییر ناگهانی تو رفتارت واقعا منو سورپرایز کرد. جریان چیه؟ آدا با مایا صحبت کردم، موضوع حل شد. یعنی اون قضیه دیگه برای همیشه تموم شد. مطمئنی؟ به خاطر خواهرم ازت جدا شده بودم. یعنی فکر میکردم جدا شدم. حالا مگه چی عوض شده؟ مایا گفت در مورد حسش به تو اشتباه میکرده. گفت شما دیگه نباید از هم جدا بشین.
پس یعنی اگه با مایه حرف نمیزدی اجازه میدادی من برم؟ آره؟ حتی اگرم میذاشتم بری معنیش این نبود که دوستت ندارم، فهمیدی؟ یعنی دوستم داری؟ بهتره شانس تو از بین نبری. خیلی خوب، عصبانی نشو. فقط میخواستم یه بار دیگه اینو از زبونت بشنوم. دوستت دارم، یعنی یه کمی. دلم برات تنگ شده بود. منم همینطور. آهای، این چایا چی شد پس؟ مشتری صداشون در اومده. بیارم. خیلی خوب، اومدیم. برین کنار، راهو باز کنین. مادر، دارم میسوزم مادر. پسرم. مادر، دارم میسوزم مادر. قدریه خانوم، قدریه خانوم، حالتون خوبه؟ قدریه خانوم، قدریه خانوم، شما حالتون خوبه؟ قدریه خانم، چیزی لازم داشتین؟ صدامو میشنوین؟ قدریه خانم، حالتون خوبه؟ ابرو دخترم، فشارشو چک باشه کن. چشم. باید جلوی خونریزی رو بگیریم. معصوم دچار ضعف جسمی شدیده، باید بیشتر مراقب باشیم. وسایل لازم برای بخیه رو حاضر کنید. حاضره. دکتر شروع کنید به بخیه زدن.
امر دیگه ای ندارین خانم؟ نه پسرم، ممنون. وقت داروهاتونه خانوم. وای خدا. پسرم. سلام خانم. شما کی هستی؟ از بیمارستان تماس میگیرم. پسرتون تصادف کرده خانم. الانم تو بیمارستانه. بخوابید دیگه قدری خانم. یه خواب بد دیدین، فقط همین. ممنونم دخترم. خیلی خوب، درست بکشین. فکری خانم، فکری خانم، حالتون خوبه؟ پرستار، پرستار. فکری خانم، صدای منو میشنوین؟ فکری خانم. فکری خانوم. پسرم تصادف کرده. کنانم، حمید، کنانم تو بیمارستانه. منو ببر پیش پسر. ولی شما باید استراحت کنین. ولم کن حمید، منو ببر پیش پسرم. ابرو، اگه وقت داری میشه با هم حرف بزنیم در مورد کافی شاپ؟ بله البته، اتفاقا منم میخواستم باهات حرف بزنم. خب دنیزو که میشناسی، اگه الان به فهم منم تو این کارم. میدونم دخترم دقیقا همینو گفتن، ولی تو اصلا نگران نباش. دنیز و سردار قرار نیست همه چی رو بدونن. اینطوری خیلی بهتره. آخرش چی میشه نارین؟ باور کن نمیدونم، ولی نمیخوامم بهش فکر کنم. ابرو بذار اول از زندان آزاد بشه، برگرده پیش دخترش، اوضاع یکم آروم بشه، بعد ببینیم چی میشه. همه چی درست میشه، من مطمئنم. انشالله. خب دیگه شبت بخیر. شب تو هم بخیر ابرو. باورم نمیشه همه چی یه دفعه درست شد، اونم تو آخرین دقایق. حتی اتوبوسم نگه داشتیم. باورم نمیشه اون کارو کردیم. ولی کردیم مایا. فقط یه کار دیگه هم باید بکنیم، با صاحب کافی شاپ حسابی چک و چونه بزنیم. راست میگی آدا، برای خونم باید یه خریدار خوب پیدا کنیم. انشالله که هرچه زودتر پیدا بشه. پیدا میشه. چرا پیدا نشه؟ یه مقدار بالا پایین میفروشیم، میخره دیگه. تازه پیش پرداختم آماده است. داریم یه کافی شاپ باز میکنیم، اونم همه با هم. به خدا منم دل تو دلم نیست. من مطمئنم همه چی عالی میشه. مایا چی شد؟ دنیز چی شده؟ درسته که با این شرایط کنار اومده، ولی وقتی چشمش به باران بیفته چه عکس عملی میخواد نشون بده. هر کاری که بتونیم انجام میدیم، نگران نباش. وقتی منو باران میتونیم با هم کنار بیایم، حتما دنیز هم میتونه. اینم هست. تازه کسی که این ایده رو داد و خواست که این کار انجام بشه باران بود. آره درسته. وقتی تا این حد پیش رفتیم، از این به بعدش هم یه جوری حل میکنیم. آره ما میتونیم. شما هنوزم نخوابیدی؟ مامان انقدر هیجان زده ایم که خوابمون نمیاد. مامان میترسم یه اتفاقی بیفته و این کار نشه. به نظرتون مشکلی که پیش نمیاد؟ انشالله که پیش نمیاد. شما انقدر هیجان زده نشین. بذارین اول قرارداد امضا کنیم. پسرم کجاست؟ پسرم کجاست؟ پسرتون؟ کنعان تکین آلپ. نترسین، حالش خوبه. خدا رو شکر. محض احتیاط نگهش داشتیم، فردا مرخص میشه. ولی اونی که باهاش بود کندال؟ بله آقا کندال. ببینم ایشونو میشناسین؟ خواهرزادمه. به هم بگین آقای دکتر کندال طوری شده. بد جور صدمه دیده. وقتی آوردنش وضعیتش وخیم بود. فوراً بردیمش اتاق عمل. ولی چی؟
باید منتظر بمونیم تا عملش تموم بشه. قبل از اون نمیشه نظر قطعی داد. تو منو آتیش زدی. بدجور سوزوندیم. فشارشو چک کن. ضربانش چطوره؟ خوبه دکتر. خوبه. شستشوش بدین. خون ریزیش بیشتر شده. نبضش داره ضعیفتر میشه. خیلی خوب حمزه، تمیزش کن. چشم دکتر. نبضش در چه حاله؟ نرماله. خوبه، ادامه میدی. تمیزش کن. شستشو بدی. عجله کن. پسرم منو بخشیدی؟ منو بخشیدی؟ ها؟ بخشیدم بابا. بخشیدم بابا. بخشیدم. عزلم، تو هم کمک کنی بد نیستا. امین جان، اولی صبحی دنبال بهونه میگردی یا؟ خبری از کندال نشده؟ نه مادر، چطور مگه؟ مگه اینا قرار نبود دیشب بیان ها؟ هرچی زنگ میزنم میگه موبایلش در دسترس نیست. اگه نمیخواستن بیان زنگ میزدن خبر میدادن. خب مامان جون، داداش کی خبر داده که این بار دومش باشه؟ چون راه طولانی بوده حتما خسته شدن و یه شب دیگه موندن. شاید هم موضوع دیگه ای در میون بوده. از دست تو. میدونی من تا صبح خوابم نبرد. فکرای فوق‌العاده‌ای دارم. حالا میبینی. امروز سحرخیز شدین. آخه کارهای خیلی مهمی داریم مامان. از صبح خروسخون بیدار شده نذاشته منم بخوابم. پس کارمون در اومده. گفته باشم نمیذارم پسرای گوشواره به گوش بیان تو کافم. نه بابا. پسرای مو بلند و سوسولم که اصلا. خیلی خوب. پس دخترایی که دامن کوتاه پوشیدن هم نمیتونن بیان. نه ببین، هیچ کس نمیتونه تو زندگی مردم دخالت کنه. یکی اونجوری لباس میپوشه، یکی هم یه جور دیگه. هر کی یه جور. قلدر. کجاشو دیدی؟ بعضی وقتا حرسمو در میاری. بعضی وقتا باشه خوبه. خیلی خوب، اخم نکن، شوخی کردم. صبح بخیر مامان. صبح بخیر. ابرو، آماده‌ای بریم طلاها رو بفروشیم؟ آره آماده‌ام. دخترام از هیجان سحرخیز شدن. زودتر بریم قرارداد امضا کنیم که خیالمون راحت شه. آره، همش دلم شور میزنه یه مشکلی پیش بیاد و همه چی خراب شه.
بچه ها تا ما بیایم شما برین با صاحب کافی شاپ حرف بزنین. باشه. بریم. پسرم حالت خوبه؟ پسرم بفرمایید آقای روز خوش. دکتر. آقا کنان حالتون چطوره؟ خوبم. وضعیت کندال چطوره؟ متاسفانه نمیتونم خبر خوشحال کننده ای بهتون بدم. عملش تا صبح طول کشید. همین الان بردیمش بخش مراقبت های ویژه. به خانواده‌اش خبر دادین؟ بقیه کجان امینه؟ چرا نمیان سر میز؟ مادر اونا خیلی سرشون شلوغه، به خاطر قهوه خونه خیلی خوشحالن. امینه جان قهوه خونه نیست، کافی شاپه. چه میدونم عزم، تو بدونی کافیه، من همین قدرم بدونم بستمه. امروز به من گیر دادی یا؟ اونو ولش کن، صابونه نخورده میرن؟ خودشون گفتن اونجا یه چیزی میخورن. خیلی خوب باشه. عمه قند. بیا عمه جون. مادر امروز باید مهدیو ببریم بیمارستان. داداشم دیگه خوب شده. آره به لطف تو آسم جون. میخوایم به آقا قاسم بگم شما رو ببره؟ آره حرف خوبی زدی. زنگ بزن قاسم بیاد. من برم دنیز رو صدا کنم. میبینی مایا بعد اومدنمون به اینجا برای اولین بار داره یه اتفاق خوب میفته. خب شریک اگه آماده ای بریم کافی شاپمون. کافی شاپ ما، کافی شاپمون. حتی گفتنشم آدمو خوشحال میکنه نه؟ دخترم میدونیم که اول باید بریم آموزشگاه. اگه نریم مامان یا اخراجمون میکنه یا اونجا رو میبنده. خیلی خوب باشه بریم. زود باشین. تو چی کار میکنی؟ اگه بشه میخوام برم داداشمو ببینم. باید بهش بگم از اینجا نرفتیم. خیلی خوشحال میشه. والا چی بگم، غیر قابل پیش بینیه. شاید هم عصبانی بشه. پس باید با عواقبش هم کنار بیایی. عزلم ولم کن قاسم، بهت گفتم دست از سرم بردار. میخوای منو تو دردی سر بندازی؟ ببین عزلم، ملک قرصامو بیار. پس این دختر کجاست؟ یادم اومد. چی کار داری میکنی سیبل؟ تو داری چی کار میکنی اسلم؟ چی کار میکنی؟ ببین چند بار باید اینو بهت بگم، نه من ازت خوشم میاد نه تو از من، ولی اگه حرفای منو گوش نکنی عاقبت بدی در انتظارته. من کاری نکردم، اون دستمو میکشید، مگه ندیدی؟ برای چی میکشید؟ چه میدونم، خودت بهتر میدونی، بهتر از من میشناسیش. ببین هنوزم از جواب دادن تفره میری. نگو نمیفهمم. فکر میکنی نمیدونم این مردک عاشق توه؟ معلومه که میدونم، ولی قبلا بهت گفتم قاسم مثل یه گلوله است. خدا میدونه کیو چجوری و کی از پا در میاره. من اونو مثل کف دستم میشناسم.
هرچی نباشه بهتر از تو میشناسمش. خودت اجازه میدی این کارا رو باهات بکنه. اگه تو اجازه ندی، نه قاسم پاشو تو این خونه میذاره، نه دست زن کندل میگیره و این ور اون ور میکشه. خودت اینو میخوای. ای بابا تو چرا نمیفهمی؟ من نمیفهمم؟ من خیلی خوب میفهمم عزلم. اونی که نمیفهمه تویی. شایدم خودتو به نفهمی میزنی. حواستو جمع کن عزلم. تو داری منو تهدید میکنی؟ برای چی تو رو تهدید کنم؟ من دارم بهت هشدار میدم عزلم. میخوای باور کن، میخوای باور نکن، مثل یه خواهر بزرگتر. اصلا ببینم تو قاسمو از کجا انقدر خوب میشناسی ها؟ بگو تا منم بدونم. هنوز دنبال عشقیه که 20 سال پیش اتفاق افتاده و تموم شده؟ به نظر یکم غیر عادی نیست؟ بذار یه چیزی بهت بگم. غیر عادیه، ولی من دلیلشو میدونم. چون قاسم بابای آیش هست، مگه نه؟ تو با این دروغا و قصه فقط میتونی سر اهالی این خونه رو گرم کنی. من احمق نیستم. چرا داری مزخرف میگی؟ همچین چیزی حقیقت نداره. بعداً معلوم میشه اینطوریه یا نه. همه اینا رو زمان مشخص میکنه. تو این خونه رازها یکی یکی رو میشن. مال تو هم زیاد دور نیست. اون روز همه ی حرفات یادت میندازم. آبجی سیبل. دیدی بچه ها چقدر خوشحال شده بودن؟ آره، فقط کافیه یه روزنه امید تو زندگیشون پیدا بشه. همینطوره. از اوز چه خبر؟ نمیدونم، کاریم از دستم بر نمیاد. شاید این کار کافی شاپ. نه اونو نمیگم، منظورم رابطه ایه که بینتونه. قرار نیست چیزی بشه ابرو. خودت شاهد تمام اتفاقا بودی. ببین نارین، خودت میدونی که از وقتی اومدم اینجا بلایی نمونده که کندال سرم نیاورده باشه. میدونم، راستش تو این قضیه منم یه مقدار. خب منم دقیقا همینو میخوام بگم نارین. اگه تسلیم میشدم الان تو همچین شرایطی نبودم. پاپس کشیدن راحت ترین کاره. اگه اوضاع واقعا دوست داری پاپس نکش. اگه محکم وایسی مطمئن باش بارانم به خواستت احترام میذاره. کندالم دیر یا زود مجبور قبول کنه. تو بارانو نمیشناسی ابرو. اون همچین چیزی رو هیچ وقت قبول نمیکنه. خب آخرش که چی ناری؟ حاضری بریم؟ آره حاضرم. بچه رو خوب پوشوندی؟ آره خواهر جون. پس بریم. خیلی خوب فهمیدم. انقدر نمیخواد منو تهدید کنی. یه نفر هست، اگه اینجا رو بهش بفروشم همه چی حله. بهت زنگ میزنم. یه چایی واسم بیار. باشه. سلام. اوه خوش اومدین جوونا. خیلی ممنون. بهتره بریم بشینیم. خب چه تصمیمی گرفتین؟ پسرم برو خونه خواهرم باشه، همونجا منتظر باش. من بهش زنگ میزنم خبر میدم. بعد خواهرمو بیار اینجا. اگه ازت چیزی پرسید مبادا بهش حرفی بزنی، بگو هیچی نمیدونم باشه. چشم خانم. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. اوف، در دسترس نیست. مامان من یه سر میرم آموزشگاه. دیروزم رفته بودی چی شد؟
چیزی به هم نگفتی؟ خب ثبت نام کرده مادر، نگران نباشین. ایشالله درسش هم خوب میخونه. اصلا منم باهات میام، حوصله‌ام سر رفته. خطر داداشم هم که کاملا رفت نشده. آره با هم برین، اینطوری بهتره. پس برم کم کم حاضر شم دیرت نشه. باز میری پیش داداشم؟ آره میرم که چی؟ ملک اصلا فکرشو نمی کنی اگه کندال بفهمه چی میشه؟ بذار من بگم. میکشدت دختر، میکشدت. میگه ماجرای رجب تموم شد، حالا نوبت اینه. تو سرت تو کار خودت باشه. برای این حرف خیلی دیره. مگه تو کار و زندگی نداری؟ سر عقل بیا دختر، تا دیر نشده تمومش کن. من بیشتر به فکر تو هم. تازه خیال میکنی آخرش چی میشه؟ راه برادرم پر از سنگه، نمیتونی باهاش بری. حیف پاهات نیست ملک؟ خیر باشه زنده داشت، انگار تو این مورد تو خیلی با تجربه ای. زندگیه دیگه، انقدر سختی کشیدم تا یاد گرفتم. جواب منو بده، انتظار داری آخرش چی بشه؟ اینجوری اونم میندازی تو دردسر. پس فردا گیر میفته، اون موقع میخوای چی کار کنی ها؟ میخوای جلوی در زندان بشینی تا آزاد بشه؟ زنده داشت، نمیدونم، هیچی نمیدونم، ولم کن. ملک شما خیلی جوانین، چجوری میخوایم پرداخت کنین؟ تو فقط بگو میشه یا نمیشه، اون موقع در مورد پرداختش صحبت میکنیم. اصلا ببین، الان یه مقدارشو پیش میدیم، بعد طبق توافق قسط بندیش میکنیم. نظرت چیه؟ کندال خواهر، فکریه بچه ها بهت زنگ نزدن؟ دلشوره دارم از نگرانی میمیرم. خواهر چیه فکریه؟ چی شده؟ ببین حال هر دوشون خوبه. خدا به هر دوشون رحم کرده، نگران نباش. چی داری میگی فکریه؟ واقعا حال هر دوشون خوبه. ما الان تو بیمارستانیم. اونا تصادف کردن. چی؟ خواهر گفتم که حالشون خوبه، خدا رو شکر هر دوشون زندن، خدا بهشون رحم کرده. فکریه پسرم چه شده؟ نکنه قربونت برم، آروم باش. راننده رو فرستادم، پاشو بیا اینجا. پسرم کندان، خدای من چه اتفاقی افتاده؟ خدایا کمکم کن. مگه بهتون نگفتم اونجوری انجام ندین ها؟ مگه نگفتم؟ چیا رضا؟ همونه دیگه. رضا؟ باید بگی آقا رضا. به من بگو رئیس، فهمیدی؟ بارا پی کار دیوونه. بارو گم شو. داداش رضا، میخواستم بابامو ببینم. داداش؟ به خاطر خدا به من نگو داداش. بابام کجاست؟ بابات؟ کار بابا تموم شد، رفت بازار، ولی الان میاد. بیا با هم بریم یه چایی بخوریم. بیا بریم. بیا دیگه. بیا بریم، زود باش. بیا بریم. پسرم چطوره؟ من فقط اومدم شما رو ببرم بیمارستان. بفرمایید. ای خدا پسرم. مادرم میخواد برام زن بگیره، ولی من دلم پیش یه نفر دیگه گیره. تو هم عاشق کسی هستی؟ آخه اون روز داشتی نامه می نوشتی، برای همین پرسیدم. چی؟ ها نه. خوبه. بچه ها، کندال خان تصادف کرده، بردنش بیمارستان، وضعیتش وخیمه، رفتنیه. چی گفتی؟ نکنه مرده؟ تو چی داری میگی؟ کندال خان نمیبینه. کندال خان هیچ وقت نمیبینه. چی کار میکنی دیوونه؟
اربابش بمیره اینم زیاد زنده نمیمونه. این که فقط 7000 تاست. بقیه‌شو چی کار میکنی؟ 32000 تا میمونه. فرار که نمی کنیم، میای میگیری. خب پس یه سفته بدین. باشه فقط یکم. ببینید خانم، اینجا ملک منه و شما هم بهم پیشنهاد دادین. هر کی ندونه فکر میکنه من دارم سعی میکنم شما رو راضی کنم. بیاین پولتون رو بگیرین. برای من هیچی مهمتر از اعتماد متقابل نیست. ببینین اینجا عایشه کار میکرد ولی من نمیتونستم حقوقشو بدم. تحت فشار بودم. گفتم به جای اینکه اینجا رو به یه غریبه بدمش به این دوتا جوون. چه کنیم؟ حتما قسمت نبود. خیلی خوب، سفته میدیم. باشه قبولی. موافقین دیگه؟ گفتیم که آره. پسر برو چند تا سفته بگیر بیا. قرار دادم سر فرصت می نویسیم. قربان، در مورد فراری صبری یه گزارش رسیده. حاضر شو، میریم دنبالش. اطاعت قربان. پسرم کندال. ببخشید بعد موقع مزاحم شدم. میشه توضیح بدین تصادف چجوری رخ داد؟ با کندال گرم صحبت بودیم. تو تاریکی یه چیزی پرید جلوی ماشینم. سگ بود یا حیوان دیگه ای نمیدونم. کنترل ماشینو از دست دادم. بقیه شو دیگه یادم نمیاد. ببخشید میپرسم شما مشروب خورده بودین؟ به سلامتی شاموردی ها بخور. رانندگی میکنم. بهتره تو هم بیشتر از این نخوری. من نخوردم به خاطر رانندگی. بازم ببخشید مزاحم شدم. روز خوش. خیلی ممنون. به خاله خبر دادین؟ آره بهش خبر دادم. رانندرم فرستادم دنبالش. نمیدونم وقتی کندالو تو اون وضع ببینه چطور طاقت میاره. نگران نباش مادر، کندال خوبه، زنده میمونه. امیدوارم. ملک دختر میگم نرو. ذات آدم هیچ وقت عوض نمیشه. داداشمه، من میشناسمش. باشه ملک برو، هر کاری که دلت میخواد بکن. ترسوندیم صبری. چت شده ملک؟ هیچی. نه یه چیزی هست. بگو چی شده؟ من باعث میشم مشکلاتت بیشتر بشه صبری؟ عازلم اینو بهت گفته؟ آره گفت به خاطر من از اینجا نمیری و هر لحظه ممکنه دستگیر بشی. آره نمیتونم برم. عازلم اینو درست گفته. یعنی میگه حق با اونه؟ آره. اگه الان برم، اگه فرار کنم، هر جا برم حالم بدتر میشه.
من با پای خودم دنبال دردسر میرم. من دردسرمو دوست دارم، دنبالشم میرم. اوه ملک، ملک داداش، پلیس اومدن. صبری کجاست؟ نمیدونم. تو اینجا چی کار میکنی؟ ببینید خانم محترم، با این کار شریک جرم میشین. صبری کجاست؟ باشه وقتی بردمت کلانتری به حرف میای. ای بابا، یعنی چی شد؟ من خیلی نگرانم. من چه میدونم، منم دارم دیوونه میشم. ممنون. نوش جون. ممنون. ممنون امره. مبارکتون باشه. اگه برای تصفیه سفته ها دیر کنیم چی؟ پس این سفته ها رو پاره کنیم بریم پی کارتون. ای بابا آقای محترم، شما چرا انقدر عصبی هستین؟ من فقط یه سوال پرسیدم، اینجوری که نمیشه معامله کرد. ببینین خانم محترم، قرار نیست من یقتون رو بگیرم. یه زنگ میزنیم 5 روز 10 روز فرصت میخواین، تموم میشه میرم. خیلی خوب. خیلی خوب، مبارکتون باشه. خیلی ممنون. بهتون تبریک میگم، این کافه دیگه مال ماست. زنگ میزنم به دخترها خبر بدم. باران بیا بریم یه نگاهی به آشپزخونه بندازیم که اگه کم و کسری چیزی هست بریم بگیریم. عایشه و ابرو حواسشون به اینجا هست. مامانمه. مامان. آدا
مبارک باشه، کافی شاپ مال ما شد. داری جدی میگی مامان؟ آره. بچه ها کافه مال ما شد، خریداره. کلاستون که تموم شد بیاین کمکمون کنین. چشم، حتما. بهترین مامان دنیا. میبوسامت. فعلا خدافظ. خودتو کنترل کن. وای مایا، خیر باشه استاد. مامانم اینا کافی شاپو گرفتن، داریم میریم اونجا. صبر کنین ببینم. هیچ جا نمیرید. درس دارید، باید برید سر کلاستون. الیف خانم خواهش میکنم، اینجا معلمتونم. اول کلاس بعد کار باشه. یالا. تو رو خدا. میشه. چه میدونم. کلثوم، تو اینجا چی کار میکنی دختر؟ فهمیدی این طوری است دیگه. اونا دارن در مورد چی حرف میزنن؟ کندال تصادف کرده بابا، تو بیمارستانه. تو گفتی آدمایی مثل اون هیچ وقت شکست نمیخورن. ببین اونم داره تاوان کاراشو پس میده، شایدم به قیمت جونش تموم بشه. تو چی داری میگی دختر؟ من چی میگم؟ من نمیخوام اینطوری تاوان پس بدم. دخترم صبر کن. خواهر کندال پسرم. خواهر دخترم بدو، زود باشین کمک کنین. فکریه پسرم چطوره؟ چی شده؟ پسرم کجاست؟ پسرم زنده است؟ میتونم برادرمو ببینم؟ امروز روز ملاقات نیست. حالا کیو میخوای ببینی؟ اوز. آها، برادرشی درسته؟ آره. خیلی خوب. آقای دادستان دستور داده فقط تو، دخترش و اون یکی چی بود اسمش؟ نارین. آره نارین. حالا بیا تو. منو ببرین پیش پسرم. فکریه پسر من کجاست؟ خیلی خوب خواهر، آروم باش. بذارین پسرمو ببینم. اون الان تو بخش مراقبت‌های ویژه از اجازه ملاقات نمیده. چی شده خواهر؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ آقا کجاست؟ بگید آقا کجاست؟ آقا مثل یک کوه استوار بود. چه اتفاقی براش افتاده؟ منو ببرید پیش آقا. آقا نباید ببینه. مادر، چه اتفاقی برای پسر من افتاده فکریه؟ ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا نرفتین؟ آخه من از دست تو چی کار کنم پسر؟ برای یه بارم که شده به حرفم گوش بده، فقط یه بار. داداش یکم آروم باش. چه خبرته؟ چرا تا حالا نرفتین؟ سوار اتوبوس شدیم، داشتیم میرفتیم که یه دفعه دیدیم تو راه ابرو خانم و آداینا افتادن دنبالمون. از اتوبوس پیادمون کردن، گفتن نمیذاریم برین. البته من میخواستم دنیزو برسونم و خودم برگردم. حالا چی میشه سردار؟ فقط نگران شمام پسر. اگه میرفتیم نگرانمون نمیشدی؟ آخه چجوری میتونستیم تنهات بذاریم؟ برای دنیزم بد میشد. خواهرو که میشناسی، با حرفاش دنیزو دیوونه میکنه. بذار همینجا بمونه. من هستم، آدا و ابرو خانومم هستن. نگران نباش. تا وقتی آزاد نشدی ما هیچ جا نمیریم داداش. ابرو خانومو ببین، بلایی نمونده که سرش نیومده باشه. رفت؟ نه. پس ما برای چی بریم؟ به کندال بگیم آفرین کار خوبی کردی؟ ما داریم فرار میکنیم. به نظرت این درسته؟ آفرین پسر، بعد این همه سال یه حرف خوب زدی. یه خودکار بده اینو بنویسم. چیو؟ همین که گفتی و دیگه. ساکت شو پسره پر رو.
منتظر میمونم. منتظر چی؟ منتظر تو. اگه بیفتی زندان منتظرت میمونم. ولی نمیدونم چند سال برام میبارن. خب من که نگفتم چند سال منتظرت میمونم، گفتم منتظرت میمونم. آدم خلافکاری مثل من ارزش انتظار کشیدن رو نداره، میفهمی؟ مخصوصا اگه فرشته‌ای مثل تو منتظرش باشه. خب راستشو بخوای صبری، من که واسه 20 سال آینده هیچ برنامه خاصی ندارم. هیچ برنامه‌ای نداری؟ فقط یکی. چی هست؟ درس خوندن. واقعا میخوای درس بخونی؟ چی بگم؟ از این به بعد کلاس و دفتر، کتاب، خودکار. خسته نمیشی؟ آدم واسه عشقش خسته نمیشه هیچ وقت. هر کاری لازم باشه میکنه. اگه لازم باشه منتظر بمونه میمونه. میمونی؟ منتظرت میمونیم داداش. انشالله دفعه بعد با دخترت با هم میاییم موتور از اینجا میبریم بیرون. دنیزو به تو میسپارم سردار. بیا برو دیگه. میدونستی صبری اونجاست؟ چند وقت اونجا مخفی شده بود؟ کی رو میگین؟ برادرت صبری. ببین عزلم خانوم، سعی نکن منو فریب بدی. مردم گزارش دادن اونجا دیده شده. وقتی ما اومدیم اون وقت کیو میبینیم؟ اون تو مواد خوراکی هم پیدا کردیم. شاید اونجا رو تو براش جور کردی. زود باش جواب بده، اون کجاست؟ آقای دادستان، میشه با هم حرف بزنیم؟ البته، بیا تو. گفتن پسرت سوخته. گفتم قبلا تو آتیش طمعش سوخته بود. گفتن استخونی نمونده که نشکسته باشه. گفتم قلبیم نمونده که پسرم نشکسته باشه. گفتن تصادف کرده. گفتم شما اینطور فکر کنین. سوختی پسرم؟ وقتی می سوختی عذابم کشیدی؟ تحمل اون همه گناهو داشتی؟ از اون آتیش برای منم نگه داشتی؟ آسم، امینه، ملک، عزلم، ابرو، دختراش. شاید هیزمای آتیش گناهتو بار کسای دیگه ای هم کردی. شایدم نکرده باشی، نمیدونم. به این همه آدم ظلم کردی. حق این همه آدمو پایمال کردی. بایدم این بلا سرت میومد کندال. گفته بودم جهنم آتیشی نداره و هر کسی تو آتیش اعمال خودش میسوزه. و تو خواستی تو این دنیا تو آتیش اعمالت بسوزی.
اینقدر بهت گفتم کندال بس کن که خودمم خسته شدم. شاید الان بگی مادر، به جای گفتن این حرف جلومو میگرفتی. گفتنش آسونه. گفتم بس کن چون میخواستم وجدان خودم رو راحت کنم که اطرافیانم به هم بگن زن بیچاره عجب پسر شری داره و قدریه رو بد ندونن. همه قدریه رو آدم خوبی میدونستن و تو رو بد. خوب بودن قدریه به چه دردش میخوره؟ کندال گرد و خاک به پا میکنه، قدریه هم همش بهش میگه بس کن. به خاطر باران قصه میخوره ولی نمیتونه به ابرو چیزی بگه. خوب بودن قدریه مثل مادر بودنش فقط تظاهره. ببین پسرم، تو سوختی ولی من با نور آتیش تو چهره گناهکار خودم رو دیدم و شرم کردم. اگه من مادر بودم این اتفاقا نمیافتاد. باشو پسرم، باشو. با این مادرت که میخواست تو رو بکشه 2 کلمه حرف بزن. بگو چرا وقتی من و مراد کاری میکردیم و بابام ما رو کتک میزد فقط طرف مراد رو میگرفتی؟ به هم بگو مگه فقط مراد پسرت بود مادر؟ پس من چی؟ کاپ گرفته بودم، یادتون میاد؟ شمام ازم گرفتینش و گذاشتینش روی کمد. هر بار بهش نگاه میکردم به خودم افتخار میکردم. ولی بعدش چی شد مادر؟ چی شد؟ شما عکس و مدرک دیپلمی که مراد از آمریکا گرفته بود و قاب کردین و به جای کاپ من گذاشتین روی کمد. کاپ منو انداختین یه گوشه توی آشپزخونه مادر. ای کاش این کارو نمی کردم. آخه چرا؟ کاپ تو رو با دستای خودم گذاشتم اون پشت و عکس مرادو گذاشتم رو کمد. حق با توی پسرم، نباید این کارو می کردم. آتیشی مونده که منم باهاش بسوزم پسرم. سرهنگوز به من گفت تو دخالت نکن، گفت خودم حلش میکنم. ما نتونستیم جلوی کندال مقاومت کنیم. میدونم منم مجرمم و حاضرم که مجازات بشم، ولی سرهنگوز بیگناه قربان. خیلی خوب، آروم باش. تو رو خدا سرهنگوز از زندان بیارین بیرون. خب دیگه گریه نکن. خدایا باز چی شده؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ هوا داره تاریک میشه، من باید برم. حالا میخوای چیکار کنی؟ آخه دیگه اونجا هم نمیتونی بمونی، جات لو رفته. نگران من نباش، یه فکر به حال خودم میکنم. مواظب خودت باش.
تو هم همینطور. ابرو خانم بذارین من اونا رو میشورم. نه عایشه، تو برو به مشتریا برس. وای پس این دخترها کجان؟ نمیدونم. پس این دوتا چایی ما چی شد؟ ما هم توست داشتیم آماده نشد. 3 تا چایی هم بیار. باشه الان میارم. زود باشین، چرا وایستادین؟ خیلی خوب ماما، 2 تا چایی، 2 تا توست و 3 تا چای دیگه هم هست. میخوای همینطور تماشا کنی؟ آخه من نمیدونم چی کار باید بکنم. به خدا ما هم نمیدونیم، ولی میخوایم یه کارایی بکنیم. توست چند تا بود؟ 2 تا. خیلی خوب، توستا با من. خب پس چاییام با من. چه خوب شد که اومدی. ببینم تو عقل تو کلت نیست. میخوای چی کار کنی؟ پاشو خواهر جون. میخوام پیش پسرم بمونم، نمیتونم کندالو تنها بذارم. خواهر موندنت چه فایده ای داره؟ دکترها مراقبش هستن. میخوام وقتی به هوش اومد کنارش باشم. کنعان با پرستار حرف زده، از بالا سرش تکون نمیخوره. وقتی هم به هوش اومد خبر میده. نه من همینجا میمونم. خاله تمام این اتفاقات تقصیر منه. من باعث شدم الان کندال تو این وضعیت باشه. اگه قرار باشه یه نفر اینجا بمونه من میمونم. این حرفو نزن پسرم، تو که تقصیری نداری. با این حرفا منو بیشتر از این ناراحت نکن. فقط میخوام امشب و کنار پسرم باشم. نمیتونیم شما رو اینجا تنها بذاریم. نگران نباشین، اگه لازم باشه به همه دکترها میگم کارشون رو ول کنن و فقط به کندال برسن. پاشین بریم یکم استراحت کنیم. خواهش میکنم. پاشو خواهر، نگران نباش، حالش خوب میشه. پاشو. بیا بپوشش. انگار از همون اول برای تو دوخته شده بوده. آز کلیچوغلو ملاقاتی داری؟ اوه، یعنی پسرم فکر میکنی کی اومده باشه به ملاقاتت؟ من که میگم نارین خانومه. نمیدونم. چی شده؟ مگه نشنیدی؟ کندال خان تصادف کرده. الان تو بیمارستانه، میگن وضعیتش وخیمه. کی تصادف کرده؟ شما از کجا فهمیدین؟ همه میدونن. درست توضیح بده ببینم. این که به جایی خورده یا سوخته رو نمیدونم، ولی کندال خان بدجوری آسیب دیده. بالاخره به سزای اعمالت رسیدی کندال. داداش قاسم، جیگرم داره میسوزه. کندال خان آدمی نبود که به این روز بیفته. قاسم پسر درست تعریف کن منم بفهمم چرا اینطوری شد. منم نتونستم آقا رو ببینم. قاسم میگن کلی جراحت و شکستگی داره. دکترش گفته خودتون رو برای همه چی آماده کنین. اینقدر وضعش وخیمه؟ آقا میمیره. قاسم
آقا میمیره. مگر بابام میمیرن؟ اگه آقا بمیره من چیکار کنم قاسم؟ ها؟ دعا کن نمیره قاسم. تکلیف کلثوم چی میشه؟ من میگم نجات پیدا کردی ولی تو به فکر اون دختره هستی. چطور نباشم؟ اگه بلایی سر اون بیاد چی؟ یعنی به خاطر تهمت و شهادت دروغ. خودتون که بهتر میدونین. نگران نباش. فکر نمی کنم قاضی خیلی بهش سخت بگیره چون اونم تحت فشار بوده. امیدوارم. فردا تو رو میفرستم پیش قاضی. فوراً از زندان آزاد میشی. میتونی برگردی پیش دخترت، برادرت و نارین خانم. ازتون ممنونم. میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟ شماره برادرمو میدم، بهش زنگ بزنین و این موضوع رو بهش بگین که اونم به نارین خانم بگه. باشه، نگران نباش. تو فعلا برو لوازمتو جمع کن و از همه خداحافظی کن. کندال باید تاوان این کارشو پس بده. مامان بدشون به من. نه پسرم سنگین نیست، خودم میارم. به نظرم همینقدر بسه، بقیهشو بعدن میگیریم. خیلی خوب پس الان تاکسی میگیرم. باشه پسرم برو. شما با هم نمیایین؟ نه نمیام پسرم، آخه کار دارم، میرم خونه. خب میومدین؟ نه دیگه من میرم خونه، شب میبینمت. خداحافظ. وایسا دختر، تو میخوای منو تو دردسر بندازی ها؟ تو با این کارات برادرمو بیچاره میکنی، میفهمی؟ مگه بهت نگفتم قایمکی رو دیدنشون ممکنه شک کنن و جاش لو بره؟ تحویل بگیر، جاشو پیدا کردن. این دفعه با کمک من فرار کرد، ولی اگه گیر بیافته چی؟ ملک میگم اگه گیر بیافته چی؟ اینجوری به هم زل نزن. امروز به خاطر تو منو بردن کلانتری، فکر میکنن من بهش کمک کردم. ملک این دفعه چیزی نگفتم، ولی دفعه بعد کمک نمی کنم. میگم ملک بهش کمک کرده. بله سردار. ابرو خانوم، داداشم داره آزاد میشه. راست میگی؟ وای باورم نمیشه، خیلی خوشحال شدم. خیلی ازتون ممنونم. خب داداشم پیغام داده که به نارینم خبر بدم، ولی میشه خواهش کنم شما بهش بگین؟ باشه نگران نباش، من بهش خبر میدم. فقط سردار چی شد که آزاد شد؟ نکنه اومدن شکایتشونو پس گرفتن؟ منم دقیقا نمیدونم، دارم میرم پیشش، وقتی فهمیدم بهتون میگم. باشه سردار. بله ابرو. نارین چشمت روشن. داره آزاد میشه. چی داری میگی ابرو؟ باور کن چند دقیقه پیش سردار زنگ زد، گفت ازم خواهش کرد که بهت خبر بدم. تو مطمئنی؟ آره میبینی نارین، کم کم همه چی داره درست میشه. خدایا 1000 مرتبه شکرت. خیلی ممنون. بعدا میبینم. خدافظ. چیزی شده؟ عضو داره آزاد میشه. جدی میگی؟ چه خوب، اتفاقای خوب داره پشت سر هم میافته. بزنم به تخته. بابام داره آزاد میشه. الان سردار بهم گفت امروز آزادش میکنن. وای خوش خبر باشید. من که بهت گفته بودم سرهنگاز خیلی تو زندان نمیمونه. خیلی خوشحال شدم. همه چی داره درست میشه. بچه‌ها من یه فکر خیلی خوب دارم. آزاد شدن بابا تو همینجا جشن بگیریم. چطوره؟ یه جشن کوچیک میگیریم. منم باهات موافقم. اینطوری تازه میتونیم افتتاح کافی شاپ هم جشن بگیریم. چی شده؟ چرا داد میزنی؟ زیرشو کم کردم خواهر جون. ممنونم. مادر چی شده؟ کندال
نگفت ولی امروز یا فردا آزادش میکنن. پس برم دنبالش. یعنی همه با هم برای اینکه بهش روحیه بدیم. منم باهاتون موافقم. به بابام گفتم تو این مدت شما چقدر بهمون کمک کردین. دوست داره ازتون تشکر کنه. برای همین مطمئنم از دیدنتون خوشحال میشه. میگم چطور همه با هم جلوی زندان جمع نشیم؟ آخه مگه قرار نبود که اینجا جشن بگیریم؟ پس همینجا بهش خوش آمد میگیم. اینطوری بهتر نیست؟ آره خوب، اینطوری بهتره. باران چه خبره؟ برای یه سال خرید کردی؟ دخترها زود باشی. بریم. خیلی خوب شد که اینجوری گرفتیم. امیدوارم از پسش بر بیاییم. من دارم کمکشون کنم. خدا رو شکر به خیر گذشت. خدا بهتون خیلی رحم کرد. حال کندال چطوره؟ همونطور که گفتم خطر رفع شده. جای هیچ نگرانی نیست. هر کاری که لازمه انجام میشه. میدونین که مرخصش میکنن؟ فعلا نمیدونیم. دکترها گفتن درمانش یه مدتی طول میکشه. ولی از اون مهمتر چند روز آینده است. چون آسیب جدی دیده. باید تحت مراقبت‌های ویژه باشه. جوری خوابیده انگار موقع نفس کشیدنم درد میکشه. خواهر جان انقدر قصه نخور، ممکنه فشارت بره بالا. ماشاءالله شما حالتون خوبه. یعنی با وضعیتی که کندال داره شما خیلی شانس آوردین. میدونین خب این قضیه آنکار رفتنتون هم یهویی پیش اومد. از قدیم گفتن عجله کار شیطونه. من که اینطوری فکر میکنم بازم اتفاق دیگه میفته. خدا رو شکر که به خیر گذشت. زنده داشت بهتره مراقب حرف زدنت باشی. وای ملک نگو که به خاطر این موضوع ناراحت شدی. برای تو هم بد نشد. با خیال راحت دوست پسرتو میبینی. نمیدونم چرا این همه بلا سرمون میاد. مگه چه گناهی کردیم که یه روز خوشم نمیبینیم؟ آره به خدا همچین اتفاقی فقط میتونه تاوانی یه گناه بزرگ باشه. پسرم بهتره ما بریم، تو هم باید استراحت کنی. تا وقتی کندال خان برگرده اینجا دست من امانته. وقتی اومد همه چی باید مثل قبل باشه. نمیخوام هیچ کم و کسری وجود داشته باشه. تو هم حواست رو جمع کن آقا قاسم. از این به بعد هر روز صبح ساعت 8 اینجایی، گفته باشم. چشم آقا رضا، هر جور شما بگین. چی گفتم؟ چی شده؟ بار داریم؟ نه. چه خبره؟ مادر چی شده؟ ما رو جاهد خان فرستاده، پسته هاشو میخواد. چرا؟ میگم وضعیت کندال خان وخیمه. جاهد خان میگه معلوم نیست تو این اوضاع پولمونو کی بهمون میده. وضعیت بازارم که مشخصه، هیچ کس دوست نداره ریسک کنه. این چه حرفیه میزنی؟ خیالتون راحت، کندال خان میاد و پولتونو میده. ما مأموریم و معذور. رئیسمون گفته یا پولو بگیرین یا جنسا رو بردارین بیارین. قاسم یه چیزی بگو. خب اختیار دارین آقا رضا، رئیس شمایین، من جسارت نمیکنه. ناراحت نباشین دخترا، هیچ اتفاقی نمیافته. شام وردیا به این راحتی از پادر نمیان. حال کندالم خوب میشه. تا وقتی اون نیست خودمون همه یه کارا رو انجام میدیم. شما هم به من کمک میکنین. چرا ناراحت باشین؟
اگه شما نبودین ما الان جشن گرفته بودیم. بیچاره شدیم، بیچاره بدبخت شدیم. زود بیاین کارخونه دارن جنسا رو میبرن. چی؟ الو باران خان به دادمون برسون، بیا کارخونه. کامیون آوردن دارن جنسا رو میبرن، زود خودتو برسون. بذارین سر جاشون. دارین چی کار میکنین؟ از این به بعد نه کندال نه شاموردی ها اصلا برام مهم نیستن. هر کی توان کار خودش رو پس میده. منم هیچ قولی به کسی نمیدم. مامان اینا رو کجا بذارم؟ اونا چی هن دخترم؟ بشقابان دیگه مامان. وایسا چی کار میکنی؟ من میبرم، چرا به من نگفتی؟ آره امر خان، ما کارای اینجا رو انجام میدیم، تو به مایا کمک کن. آره تو به مایا کمک کن، بذارینشون اون تو. دخترها شما به کارتون برسین. خیلی خوب، من برای اینکه مایا دست تنها نباشه بهش کمک میکنم. آدا خیلی خوب. میشه من امروز یکم زودتر برم؟ میخوام قبل از اومدن بابام خونه رو مرتب کنم و بعدشم با عموم برم دنبالش. اوه میبینم که از همین الان داری از زیر کار در برو دنیس جون برو. خیلی ممنون. ما رو هم بیخبر نذار باشی. باشه الیف خانم، نگران نباشین، همگی خسته نباشین. کجا میبرینشون؟ چیکار دارین بچه‌ها؟ عجله کنین. باشین. آروم باش. بجنبین بچه‌ها، زود باشین. باش. آروم باش. زود باشین بچه‌ها. عجله کنین بچه‌ها، بجنبین. چه خبره؟ حسین چیکار میکنی؟ زود باش پسر. با تو هم دارین چیکار میکنی؟ برو مزاحم کارمون نشو بچه. این پسته ها هیچ جا نمیرن، بیارینشون پایین. مگه با شما نیستم؟ یالا عجله کنین. میگم بیارینشون پایین وگرنه بد میبینین. مثل اینکه نمیشنوین. ولش کنین. آروم باش. ولش چیکار کنی؟ آروم باش. ولش کنین. شما کی هستین که دارین از اینجا جنس میبرین؟ بگین ببینم. شرمنده مادر، ما کاری رو که جاهد خان گفته رو انجام میدیم. گفت برید جنسا رو بردارین و بیارین. کسی حق نداره از اینجا چیزی ببره. شاموردی ها هنوز نمردن، ما هر قولی بدیم پاش وای میستیم. حالا هر چی بار کردین و بیارین پایین، زود باشین. ما فقط دستور رو اجرا میکنیم. برو به رئیست که تو رو فرستاده بگو شاموردی ها سر قولی که دادن وایستادن. تا حالا نه پول کسی رو خوردیم نه حق کسی گردنمونه، فهمیدین؟ وضعیت کندال خان که مشخص نیست، خدا میدونه زنده میمونه یا نه. جاهد خان هر کاری که ازمون بخوان ما همون رو انجام میدیم. برو به همون جاهد خان بگو قدری شاموردی سلام رسوند و گفت یه پستم از اینجا بیرون نمیره. شنیدین؟ خالی کنین. شنیدین که خالم چی گفت؟ اگه کسی حرفی یا اعتراضی داره میتونه بیاد به من بگه. چیه ملک؟ پاهات زخم و زیلی شدن دختر. چیزی نیست. حالت خوبه ملک؟ چیز مهمی نیست، فقط چند تا خراش کوچیکه. وقتی میخواستم برم کلاس از یه راه میامور رفتم خوردم زمین. خدایا خودت به کندال رحم کن، نذار چیزیش بشه.
آمین خواهر. مامان کجاست؟ خبری ازش نیست. حتما تو اتاقشه. مادر سعی میکنه بروز نده ولی بعد جور دلش خونه. بهتر نیست بریم بهش سر بزنیم؟ نه، بذار استراحت کنه. من یه سر به آسم بزنم. ممنون پسرم. من که کاری نکردم خاله، همه کارا رو خودتون انجام دادین. تو از کجا فهمیدی؟ راننده رو فرستاده بودم ببینه چیزی لازم دارین یا نه، اونم شما رو دید و به هم خبر داد. ببینید از این به بعد وقتی اینجور اتفاقا پیش اومد به هم خبر بدین. مگه نگفتی منم مثل پسرتونم؟ پس اجازه بدین این کارا رو پسرتون انجام بده تا وقتی کندال خوب میشه هر مشکلی داشتین به من بگین خاله. زنده باشی پسرم. مامان بزرگ، عموم کجاست؟ چرا اینا میخواستن جنسا رو ببرن؟ تا فهمیدن کندال خان تصادف کرده لاشخورا زود دست به کار شدن. کی تصادف کرده؟ مگه تو نمیدونستی باران خان؟ به هم بگین عموم کجاست. ما موقع برگشتن از آنکارا تو راه تصادف کردیم. کندال الان تو بیمارستانه ولی وضعیتش خوبه. تونستم بیشتر از این طاقت بیارم. از ابرو خانم اجازه گرفتم و اومدم. واقعا بابام داره آزاد میشه؟ آره دختر خانم، بابات فردا اینجاست. آخ جون، فردا. ملک، نکنه نمیشنوی دختر؟ دارم میگم اگه با داداشم گیر میافتادین اون وقت چی میشد؟ اصلا بهش فکر کردی؟ بعد همینطوری سرتو میریزی پایین میری؟ به تو چه زنده داشت؟ یعنی چی به من چه؟ منو تو درد سر انداختی. حالا فهمیدم. برای همین سنگ برادرتو به سینه میزنی. من فکر کردم. چی فکر کردی؟ ببین ملک، بهتر سر عقل بیایی و دست از سر برادرم برداری. این دفعه در رفتین ولی دفعه بعد از این خبرها نیست. تا سرت به کار خودت باشه زنده داشت. تو کار منم دخالت نکن. گوش کن دارم چی میگم. یه طرف قضیه پای منم گیره. چرا نمیفهمی؟ من نمیخوام به خاطر اشتباهات تو حساب پس بدم. انگار پاک عقلش رو از دست داده. آخرش منو بیچاره میکنه. مامان بزرگ، چرا به هم نگفتین عموم تصادف کرده؟ مگه چیزی عوض میشد پسرم؟ خدا رو شکر که الان هر دوشون صحیح و سالمن. پس چرا عموم الان تو بیمارستانه؟ دکترها گفتن باید یه چند روز دیگم بمونه. تو نگران نباش پسرم. کندال به زودی برمیگرده پیشمون عزیزم. ولی من باید عمومو ببینم. میرم بیمارستان. مامان بزرگ حالا چی میشه؟ ندیدین چی کار میکردن؟ کسی نمیتونه جلوی شانوردیا وایسه. تا وقتی کنار هم باشیم هیچ اتفاقی نمیفته. فقط کافیه مثل کوه پشت هم دیگه وایسیم. تو الان مسئولیت بزرگتری داری. تا وقتی عموت برگرده مرد این خانواده تویی. بهتر اتفاقات امروزم به کسی نگیم، ممکنه ناراحت بشن. این دخترم گوشش بدهکار نیست. آی دلم واسه اتاقم تنگ شده. حسرت به دل موندم به خدا. از بس این برام ور خوابیدم کمر برام نمونده. تخت خواب به این راحتی اینجا خالی مونده. تا وقتی کندال بیاد خودم اینجا میخوابم. چیه قاسم؟ باید حرف بزنیم. درباره چی حرف بزنیم؟ مگه بهت نگفتم زنگ نزن؟ چرا نمیفهمی؟ هر کاری هم که بکنی بازم مجبوری به حرفام گوش بدی.
عمو جون، لطفاً زود خوب شو. پاشو بهم بگو پسرم، برادرزاده یه پهلوونم. میدونم اینو برای دلخوشیم میگین، ولی وقتی بهم میگین احساس میکنم واقعا پهلوونم. میدونین که آدا بهم میگه کندال کوچولو، به نظرش داره بهم توهین میکنه، ولی من دوست دارم مثل شما باشم. بعضی وقت از دستت عصبانی میشم، حرفا و کاراتو نمیتونم قبول کنم. میگم عمون چطور میتونه این کارو بکنه؟ برای اینکه بهت حق بدم با خودم کلنجار میرم. میگم عموم هر کاری میکنه حتما درسته، چون تو رو مثل پدرم میدونم. میگم مثل پدرمی، همیشه حق با پدراست. عمو جون، یادت میاد بابام برام یه قطار چوبی گرفته بود؟ تو هم فرداش رفتی از این برقیاشو گرفتی. من همیشه با قطار چوبیه بازی میکردم. تو یواشکی تماشام میکردی، میدونستم تماشام میکنی ولی به روم نمی آوردم. ولی اینو خوب میدونستم، عموم همیشه صلاح منو میخواد. زود خوب شو عمو، باز با هم دیگه دعوا کنیم، قهر کنیم، آشتی کنیم. من اسلحه رو بذارم رو شقیقت، پس پاشو عمو، جای تو اینجا نیست. زود خوب شو. من اومدم مراد، اومدم پیشت، اومدم که در آرامش بخوابی. اومدم تا بابت تمام کارایی که کندال کرده ازش حساب بگیرم. باید تاوان کارایی رو که با شما کرده رو پس بده. به خاطر آدمایی که جونشون رو گرفته حساب پس بده. میدونی مراد، با اینکه هیچ وقت اینجا نیومده بودم، ولی انگار از اول همینجا زندگی کردم. انگار به این هوا، به این آب و خاک عادت دارم. انگار اینجا متولد شدم، اینجا بزرگ شدم. یادته همیشه میگفتی خاک حلفتی آدمو موندگار میکنه؟ انگار قراره منم اینجا موندگار بشم. همه جا احساس غریبی میکردم، همه جا دنبال آشیونم میگشتم. میگفتم خونه با آشیونه فرق داره. همینطورم بود.
خونه پاتوشا رو برای مادرم خریدم. کاش میدیدی چقدر خوشحال شده بود. هر روز به بابام که این خوشحالیو از مادرم گرفته بود لعنت میفرستم. بابایی که نور امیدو تو چشای مادرم کشت، یعنی بابامون. انگار مادرم دلتنگ زادگاهش شده بود. چه جای سرسبز و قشنگ، چه چشمانداز زیبایی. برای یه لحظه بودن تو اینجا آدم جونشم میده مراد، جونشم. حالا فقط به این فکر میکنم تا وقتی نور چشمای کندال خاموش نشده تو چشماش نگاه کنم. راحت بخواب مراد. حالا من اینجام. عملش موفقیت آمیز بوده، ولی هنوزم به هوش نیامده. خدا میدونه کی به هوش میاد. از کندال خبری نشده؟ من میخوام با بابامو ببینم. عزیزم بعداً میبینیش. بذار اول ما بریم، بعد تو هم میبریم. بابام خوب میشه مگه نه؟ معلومه که خوب میشه، مطمئن باش. خیر باشه، اول صبحی چی شده؟ مادر ما میخوایم بریم بیمارستان. دخترم اگه برینم اجازه ملاقات نمیدن. اشکالی نداره، خیلی نگرانم. خیلی خوب برین. به رضا میگم بیاد شما رو ببره. مامان مگه شما نمیخواین بیاین؟ نه من میرم کارخونه، باید بالا سر کارگرا باشم.
چرا میرین کارخونه؟ مامان چه احتیاجی به این کاره؟ من میرم مامان بزرگ. پسرم تو برو کافی شاپ، من هستم. دخترها هستن، تازه ابرو هم اونجاست. مگه خودتون نگفتین تا عمو خوب بشه من باید بالا سر کارگرا باشم؟ باشه پسرم تو برو. بذار ببینن شانوردیا هیچ وقت از پا نمیافتن. آدا زود باش بیدار شو، دیرمون میشه ها. من حال بلند شدن ندارم، شما برید. حرفش هم نزن، قرار نیست بهونه بیاری. خدا. صبح خیر. صبح خیر مامان جون. انگار تو هنوزم نمیخواستی بیدار شی. همینو بگین مامان، از همین روز اول شروع کرده به نق زدن. بلند شدم دیگه. یالا بچه ها حاضر شین برین آموزشگاه. منم یه سر میرم بیمارستان، از اونجا میرم کافی شاپ. دست بردارین مامان. نمیخواین که برین دیدن کندال؟ نه مامان بعد از اون همه بلایی که سرمون آورد بازم میخواین بریم ملاقاتش؟ دخترا نمیخوام در این مورد باهاتون بحث کنم. برادرتون رو میبرین مدرسه، از اونجا میرین آموزشگاه. همین. امینه جان، ابرو هم میاد. من حاضرم. مامان منم میام. باشه پسرم بیا. یعنی میتونیم ببینیمش؟ فکر نمی کنم، ولی حداقل از وضعیتش با خبر میشی. ابرو کندال اون همه بهت بدی کرد، تو بازم میخوای بیای بیمارستان؟ الان وقت این حرفا نیست امینه. بریم. خیلی خوب پسرم، به خدا میسپارمت. برو. حالا کار داریم، هنوز محاکمه مونده. نه من میدونم دیگه هیچ وقت تو رو اینجا نمیبینم. اگه عمری باقی بود بیرون میبینمت. میبینیش سرهنگ، همین امروز فرداست که آزاد بشه. جدی؟ چطوری؟ وکیلم درخواست استیناف داده. اگه موافقت کنن من این مدت بی خودی حبس کشیدم. من که از کارشون سر در نمیارم. به زور انداختنم زندان. الانم که میگن قرار آزادم کنن. وقتی اون بیرون کسی منتظرت نباشه فرقی نمیکنه اینجا باشی یا بیرون از اینجا. ولی بابا همسر تو بچه ها چی؟ وقتی فهمیدم ممکنه واسم حبس ابد ببرن کاری رو کردم که تو کردی. خانوممو، دخترمو، پسرمو فرستادم پیش برادرزادم فرانسه. نه من میتونم برم پیش اونا، نه اونا بعد از این همه مدت برمیگردن اینجا. به جای آزاد شدن و محکوم به تنهایی شدن اینجا با زندانیا موندن و رفاقت کردن خیلی بهتره. خب دیگه وقتشه که بری. خیلی ها منتظرتن. این حرفو نزن بابا، من حتما منتظرت میمونم. وقتی آزاد شدی خودم میام استقبالت. حلالم کن. حلالیت گرفتن و بلدی پسرم. ایشالله حلال کردنم یاد میگیری. اگه تو حقی به گردنم داری مثل شیر مادر حلالت باشه. استغفرالله. رو این شونت شرافتتو بذار پسرم و رو این شونتم عشق تو. هیچ کس حق نداره اونا رو از جاشون تکون بده. خب دیگه سرهنگ، خدا به همراهت.
برو. من دیگه پیر شدم، نمیخوام کسی اشکامو ببینه. زودتر برو پسرم. خبردار. عزلم؟ بله مادر. همه رفتن؟ آره رفتن، فقط سیبل مونده. پس تو چرا نرفتی؟ شما گفتین اجازه ملاقات نمیدن، منم گفتم بی خود اونجا جمع نشیم. چرا اینجوری نگاه میکنین؟ مطمئنی به همین دلیل بوده؟ یا بعد از کارهایی که باهات کرده خوشحالی که این بلا سرش اومده؟ چرا حرف تو کلت نمیره قاسم؟ چیه قاسم چیه؟ باید با هم حرف بزنیم. نزدیک خونم، بیا بیرون. هم نمیتونم بیام هم حرفی برای گفتن ندارم. گفتم تمومش کنی که چرا نمیفهمی؟ دست سرم بردار. خب سرهنگ، تبریک میگم. بابت همه چی ازتون ممنونم جناب دادستان. من ازت ممنونم به خاطر حس انجام وظیفه و احترامی که برای جایگاه شغلیت داشتی. اگه کسی دیگه جای تو بود این کارو نمی‌کرد. من کاری انجام دادم که بهش اعتقاد داشتم. حالا که همه چی روشن شد اقدامات لازم انجام میدم تا برگردی سر پستت. اگه اجازه بدین یه زنگ به دخترم بزنم. لازم نیست، خودش اومد. بابا دخترم، دلم برات تنگ شده بود. منم همینطور دخترم. تنها چیزی که میخوام فقط استراحته. دلم میخواد 2 روز بگیرم تخت بخوابم. قاسم تو اینجا چی کار میکنی؟ باید حرف بزنیم. چه حرفی؟ مگه بهت نگفتم نیا اینجا؟ تا حرف نزنیم هیچ جا نمیرم. مگه سر به سرت سیبل خونه است، مادرم خونه است، منو تو درد سر ننداز. گفتم تا باهات حرف نزنم جایی نمیرم. تو میخوای منو بیچاره کنی؟ از اینجا برو. عزلم داروام کجاست؟ برو دیگه برو. نه را بیافت. داری چی کار میکنی؟ ولم کن قاسم، الان همه میفهمن دیوونه شدی. بیا فرار کنیم. چه فرار کردنی؟ مگه بهت نگفتم بی خود خیال بافی نکن؟ میگه فرار کنیم، اگه گیر بیفتیم میدونی کندل چه بلایی سرمون میاره قاسم. ای آروم باش آروم باش، یه لحظه گوش کن. چیو گوش کنم؟ چیو گوش کنم؟ غیر از بدبختی و مصیبتی که چیزی برام نداری. ببین کندال از اون بیمارستان بیرون نمیاد، میگن وضعش وخیمه، دیگه ورد زبون مردم شده. خانواده شاموردی داره از هم میپاشه، میفهمی؟ از همون روز اول طلبکارا جمع شدن تو کارخونه. بیا با هم فرار کنیم. اگه کندال نباشه اینا ورشکست میشن. فکر کردی بارانی که نمیتونه دماغشو بالا بکشه نجاتتون میده یا قدریه خانم؟ یادت نره که کنعان برای چی اومده اینجا. یه کمی فکر کن عزلم. ببین بیا از اینجا بریم، یه زندگی جدید رو شروع میکنیم. نمیذارم به این راحتی ها بمیری کندال خان.
تو باید زنده بمونی و با چشمای خودت ببینی چه نقشه هایی برات دارم. داداشون. مادر حالتون خوبه؟ چیزی شده؟ نه دخترم، بالا نفسم گرفت، گفتم بیام یه هوایی بخورم. پس برم براتون یه چایی بیارم. بیار دخترم. بس کن قاسم، از اینجا برو، خواهش میکنم. چی کار داری میکنی؟ ولم کن. آدم وقتی تو تاریکی راهشو گم میکنه اصلا نمیتونه خونهش رو پیدا کنه. یه طرف دیوار، یه طرف هم کوچه بن‌بست. بعد یه نور کمسو اون دور دیده میشه. یهویی هر چقدرم ازش دور باشه راهی رو که باید بره بهش نشون میده. انگار چشمک میزنه. میفهمی؟ تو نور امیدم شدی عزلم. کاری کردی که راه خودم رو پیدا کنم. تو منو آدم کردی دختر. حالا بذار منم هر چی میخوای و برات فراهم کنم. ها؟ من تو رو به آرزوهات میرسونم عزلم. مقاومت نکن. خودتو گول نزن. با من بیا. زنم شو.